به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. طبق اعلامیه در صحیفه پیمان ملی تاجیکستان، سخنرانی رهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب محیدین کبیری آغاز می‌گردد و تا زمانی که علاقه برقرار شود می‌خواستم یک چند نکته را ذکر نمایم. خب هموطنان عزیز، خیلی که میدونیم ملاقات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با کارمندان خدمات گمرک و کمیته انداز انجام شد و این ملاقات هم بعض دلایل را افشا کرد. چندین دلایل را افشا کرد. یکی از این دلایل دزدی میلیاردها سومانی از طرف کارمندان این دو نهاد و ضرر جبران ناپذیر آن به اقتصاد کشور است. امامعلی رحمان هم مبلغ دزدیده شده را برابر یک بودجه تاجیکستان گفت. حتی در تحلیل رقم‌های ارائه کرده اش در همان نشست نشان می‌دهد که این یک دعوای خالی نبوده و واقعاً میلیاردها دلار توسط کارمندان این دو نهاد دزدیده می‌شوند. خب دیگر هموطنان عزیز، سخن را به درازا نمی‌کشیم. به نظرم علاقه برقرار شد. اگر از کارگردان خواهش میکنیم رئیس روی خط هستن به اکران بیارن. اگر صدایتان هست محترم رئیس، مرحمت، منبر از شما، بفرمایید. سلامت باشید. صدای من هست در استودیو؟ بله، صداتون می آید. خب، به نام خداوند بخشنده و مهربان، همگرانی عزیز، پیش از آن میخواستم در این روزهای مبارکی ماه رمضان یک شما رو بار دیگر کردم و تخصیص برای شدم به دهه دوم، دهه مغفرت، و از خداوند منان طلب میکنم که در این شب و روزها عبادت ما را درگاهش قبول کرده باشد و تمام اشتباهات و خطاها، گناههای ما را به خاطر این ماه‌های مبارک وقت دهه مغفرت گذشته باشد. و همونطوری که مجری برنامه شهرجان اعلام کردن، موضوع صحبت ما هم اطراف این رویدادهای اخیر است که در کشور رخ داد. و قبل از آن که من وارد موضوع شدم، یک نکته دیگر رو می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که در این بین این دو صحبت قبلی و امروزه که البته یک فاصله هم گذشت، ما در پیمان ملی جمهوری تاجیکستان بیشتر دنبال ملاقات‌ها و نشست‌ها با هموطنان عزیزمون و با سازمان‌های بین‌المللی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بودیم. یک کمی فعالیت‌های پیمان ملی معمولا برای تاجیکستان روانه شدن در این سمت یک کمی کاسته شد و طبیعی هم بود، چون هم شخصا خودی من و هم اکثر مسئولین پیمان ملی تاجیکستان مشغول این ملاقات ها و دیدار ها بودیم. باید گفت که ملاقات ها در طول یک ماه اخیر خیلی هم ثمره بخش بودند و از فرانسه شروع کرده در پاریس و در یک نمایش بین‌المللی مسلمانان فرانسه ما شرکت داشتیم. ملاقات خوبی هم در حاشیه این نمایش صورت گرفت. هم با هموطنان عزیزمون در فرانسه ملاقات برگزار شد. در لهستان در پارسان مراسم بسیار خوب و با شکوه و معنوی به خاطر بزرگداشت استادان و همه مبارزان آزادی و استقلال کشور برگزار شد. خصوص صحبت خوبی درباره مرحوم استاد سید عبدالله نوری و دیگر یارانشان
کشور نروژ بود با هم سازمان‌های بین‌المللی مقیم این کشور و هم با مقامات رسمی نروژ و از همه مهمتر یک ملاقات بسیار خوب به رهبریت پیمان و هیئت پیمان با جامعه شهروندی با نمایندگان رسمی 12 کشور اروپایی و امریکای شمالی بین برگزار شد که از نظر بسیار هم ملاقات مفید بود و مسائل خیلی مبرم روز بخصوص وضعیت تاجیکستان، آینده تاجیکستان در این ملاقات ها بحث و بررسی شدن. نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان گفته شد و اینچنین ما هم از زبان دیپلمات‌های اروپایی نگاه آنها را به وضعیت تاجیکستان و آینده تاجیکستان پرسان شدیم و جواب خود را گرفتیم. در مجموع میتوان گفت که ماه گذشته بسیار ماهی پرثمر هم برای پیمان ملی تاجیکستان و امیدوارم که برای کشور و ملت بوده باشد. اما در این ماهی که ما مشغول بیشتر ملاقات‌های دیپلماتیک و بین‌المللی بودیم و همونطور که فعالیت ما که معمولا به تاجیکستان روانه شده است کمی کاسته شد، یک رویدادهای خیلی عجیب با خود پیوست که اینجا را به اصطلاح خالی نگذاشتن و یعنی فعالیت اپوزیسیونی پیمان ملی تقریبا گذشت به خود مقامات رسمی کشور و به طرفداران حکومت بخصوص به طرفداران پرزیدنت و بخصوص اون اشاره که موجود در اول کرد جلسه 10 می که ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با نمایندگان همه ساختارهای فیسکالی مثل انداز، گمرک و دیگر پروکراتور و مقامات تفتیشاتی کشور برگزار شد، واقعا نشان داد که اون جایی که پیمان ملی تاجیکستان در این یک ماه که مشغول ملاقات دیپلماتیک بود خالی گذاشت، همچنین یک فعالیت اپوزیسیونی خود پرزیدنت و خود طرفداران پرزیدنت اینجا را پر کردن و تبدیل شدن به اپوزیسیون تاجیکستان و حتی کار به حد رسید که بعضی از طرفداران پرزیدنت هم مقاله‌ای نوشتن، البته خواندم، منم خواندم که با لحن بسیار هم آشکار با دلیل اشاره کردن و بانگ خطر زدن که به اصطلاح خودشون تک باش جیت نیست، یعنی از این مثل این دیگر زندگی کردن امکان نداره. این حرف اپوزیسیونری معمولی نیست، این حرف نمایندگان پیمان ملی دیگر احزاب یا گروه‌های اپوزیسیونی یا جامعه شهروندی شخصیت‌ها و کارشناسان مستقل نیست. این حرفی یا بانگ خطر صدای دل کسانی هست که معمولا طرفداری از حکومت میکنن، از پرزیدنت میکنن. پس معلوم میشه که واقعا هم پرزیدنت هم حکومت هم طرفدارانشان تبدیل به یک اپوزیسیون بزرگ شدن. پس معلوم میشه که این همه فعالیت ها، این همه حرف ها، موقع گیری ها بی اساس نبوده. درست است که هم خود حکومت داران و هم طرفدارانشان مثل گذشته از منقدان، از کسانی که میخواهند چشم ملت را باز کنند، میخواهند اشاره به مشکلات کنند، باز هم دشمن میتراشند، باز هم اونها را خائن میگن، باز هم وطن فروش میگن. اما میبینید خودشان دقیقاً دارن اون حرفایی را که ما چند مدت پیش میگفتیم تکرار میکنن، حتی دقیقاً با همون جمله ها، با همون فکت و رقم ها، با همون اصطلاح ها و تکرار هم آن چیزایی که اپوزیسیونی رو میگن، حزب و حرکت ها میگن، روزنامه‌نگاران میگن، کارشناسان مستقل میگن. پس تقریبا هیچ فرقی بین ما و دیگران در شناخت مشکلات کشور باقی نمانده است. البته یک فرقیت وجود دارد. فرق در این است که اون هم خود حکومت داران و هم مبلغین آنها به اصطلاح پروپاگاندیستای حکومت دقیقاً مثل 10 سال پیش یا حتی بیشتر از آن 10-15 سال پیش ما حزب و اپوزیسیونی خلاصه گیری میکنن، نتیجه گیری میکنن. آنها اشاره به کمبودی ها میکنن و طلب میکنن که خود پرزیدنت، خود رهبریت این وضعیت رو اصلاح کنند.
ما هم تا 10 سال پیش، مثلا تا سالهای 2010 2011 دقیقا همین رو پیشنهاد میکردیم و خلاصه همون این بود که میتواند پرزیدنت کشور و دیگر مقامات این وضعیت رو اصلاح کنند و انتقاد میکردیم و همزمان دعوت میکردیم که باید خود حکومت این مشکلات را حل کند و اصلاح شود. این دوستان ما که امروز موقع اپوزیسیونی گرفتن یا خود را در موقع تنقید حکومت می‌دارند، دقیقاً 10-15 سال پیش مثل ما رفتار میکنند و یعنی به معنی آن است که خیلی عقب موندن. امروز اپوزیسیون تاجیک به این نتیجه رسیده است که دیگر مقامات حداقل شخص اول کشور پرزیدنت تاجیکستان اصلاح شونده نیست. اگر ما امید داشته باشیم که این مشکلات رو خود پرزیدنت حل میکند، این یک امیدی هست که اساس ندارد، مثل اون که ما 10-15 سال پیش همین امید رو داشتیم. این دوستان ما حالا نامه می نویسند، مقاله می نویسند و دعوت میکنن از پرزیدنت که خب وقتی آن رسیده است که مستقیما وارد کار شود، اصلاح کند وضعیت رو، وگرنه دیر می شود، وگرنه انقلاب در پیش است، مردم با پا میخیزند. و ما هم دقیقا همین رو میگفتیم. اما به این دوستان بار دیگر تکرار میکنیم که بیاید یکمی چشم ها رو روشن‌تر کنیم، این مسئله ها رو وسیع‌تر ببینیم و این ایلوزی که همون در اون گرفتار بودیم و باید اعتراف هم کنیم، این ایلوزی است که اصلاح شونده هستن و اصلاح میشن. اصلاح، اون کسی که باید وضعیت رو اصلاح کنه دیگر پرزیدنت نیست، دیگر مسئولین امروزه نیستن. اون طرفی که باید این وضعیت رو اصلاح کند خود ملت هست. دیگر ملت باید وارد کار شود. و اون دوستانی که در مقاله هاشون همیشه مشکلات رو میگن، بانگ خطر میزنند، اما دو مسئله رو اشاره میکنن. یکی که امید به پرزیدنت دارن که او اصلاح کند، دیگه که حتما در این مقالهشون باز هم سنگ‌های به اپوزیسیون میزند و از اپوزیسیون دشمن میتراشند، حتی بالاتر از این از اپوزیسیون دیو میتراشند. مثل اگر اینها بیان باز میکشند و غارت میکنند و نمیدونم ملت رو به هم میزنند. پس من است که بهتر است که خود پرزیدنت این مسئله رو حل کند. ما هم به همین نظر بودیم 10 سال پیش، پیشنهاد میکردیم و درخواست میکردیم، حتی گاه میگفتیم تلاش میکردیم بفهمونیم که دیگر دارد وضعیت دیر میشه خود پرزیدنت دخالت کند. اما امروز میبینیم که نه تنها دخالت کرد بلکه واقعا هم دیر شد. و تایید این گفته ها همین جلسه هست که روز 10 می برگزار شد. دوستان عزیز، یک بار این جلسه رو تحلیل کنیم. من از همه بینندگان، اونایی که میشنوند و کسانی که این پیام به آنها میرسد، چه در داخل و چه در خارج، خواهش میکنم که یک بار دیگر بعد از این صحبت ما همین نواری 5 دقیقه‌ای را که خود حکومتداران پهن کردند یک بار دیگر ببینند، با چشم دیگر، یک کمی دقیق‌تر و آگاهانه‌تر و نگاهشون به این نوار چی میشه. من بعد دیدن این نوار به خلاصه آمدم که این نوار 5 دقیقه‌ای ماهیت دولتداری امروزه تاجیکستان رو کاملا آشکار می‌کنه. برای ما معلوم نیست که ملاقات چقدر دوام کرد، شاید چند ساعت دوام کرده باشد. معمولا این ملاقات خیلی طولانی میشه، اما همین 5 دقیقه کافی است که ملت بداند که در کدام وضع هم کشور و هم خود ملت قرار دارند و رهبریت کشورمان بخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وضعیت رو چگونه می‌بیند و آیا راه حل دارد برای این وضعیت یا مثل سالهای گذشته این نمایشکاری ها، اسپکتاکل ها رو تکرار می‌کند. این جلسه که بود خیلی جلسه عجیب بود. پیش از همه احساس می‌شد یک تئوری برای جلسه دیده شده و دقیقاً همون روز تمام شبکه‌های اجتماعی باز کرده شدن. فیسبوک، یوتیوب که قبلا مسدود بودن باز کرده شدن، چون سیاست این بود یا هدف این بود که باید این جلسه رو، این اسپکتاکل رو باید که تمام ملت چه در داخل و چه در خارج ببینن. و آنها فکر میکردن که از این نمایش حتما نتیجه خواهند گرفت و حتما برد خواهند کرد و مثل پیشینه پرزیدنت رو یک شخص مبارز علیه کروپسیا، یک شخص دلسوز و
شخصی که برای بودجه دولت، برای ملت، برای کشور تلاش میکند و مسئولین رو تنبیه میکند و حتی از کار هم پیش میکند. قبل این گونه اسپکتاکل‌ها واقعا تاثیر داشتن. من یادم هست وقتی در تاجیکستان بودیم و هر بار که این گونه جلسه های آشکار و علنی برگزار میشد که پرزیدنت در آن مسئولین دولتی را گاه تحقیر گاه تنبیه میداد و مردم عادی خیلی خوب قبول میکردن. مردم عوام ساده همیشه در صحبت ها میگفتن که ببینید که پرزیدنت چگونه جزا داد دزدها را، غارتگارها را، آنهایی را که به مالکیت دولت ملت خیانت میکنند. پس معلوم میشد که پرزیدنت نمیدانسته است. اگر پرزیدنت بداند پیش روی این جنایتکارها را حتما خواهد گرفت. مثل که در یک جلسه علی مردانوف برای 1 میلیارد دلاری که از بانک ملی ناپدید گشت تنبیه داد و علی مردانوف هم آشکار گفت که بله جناب ما گناهکار هستیم و به دوش گرفتیم کمبودی را. جزای علی مردانوف چی شد؟ از رهبر رئیس بانک ملی و معاون سروزیری کرد، یعنی مقام بالاتر رفت برای از بین بردن 1 میلیارد دلار. چرا این کار صورت گرفت؟ برای اون که علی مردانوف تنها نخورده بود. معلوم بود که 1 میلیارد دلار رو از بانک ملی نمیتوان بدون مشارکت یا همراهی رهبر حکومت، رئیس حکومت و پرزیدنت نابود کرد، چون بانک ملی به واسطه تابعیت پرزیدنت رو دارد، رئیس حکومت رو دارد و 1 میلیارد دلار هم نیست. برای بودجه تاجیکستان این تقریبا 40% بودجه حاضره تاجیکستان و مردم هم اون وقت خیلی خوب قبول کردن و میگفتن ببینید که پرزیدنت چگونه آشکار کرد این جنایت رو و جزا داد. اما کسی سوال نداد که علی مردانوف مگر تنها خود در دوام 7-8 سال رئیسیش دیگران کجا بودن و چرا از همه مهمش به این شکل جزا گرفت و مقام بالاتر رفت؟ مسئله اساسی این بود که اون وقت این کمبودی ها را اودیتورهای خارجی آشکار کرده بودند وگرنه حکومت نمیخواست رسانه‌ای شود. اما وقتی که یک شرکت اودیتوری خارجی آن را رسانه‌ای کرد در وبسایت خود داشت، دیگر پنهان کردن آن دشوار بود. اما حکومت امروز به خصوص مقامات اول فکر کردن که هنوز هم میتوان با این اسپکتاکل‌های ساخته مردم را قانع کرد و یک چیز را فراموش کردن که دیگر ملت تاجیک و ملت 5 سال و 10 سال پیش نیست و این را در این واکنش مردم به بالا بردن نرخ اینترنت دیدن که مردم ملت دیگر واکنش نشان داد، ملت دیگر آگاه شده است، بیدار شده است و در همین دوام 1 هفته که ما بعد از این جلسه واکنش‌ها رو در رسانه‌ها در شبکه‌ها می‌بینیم، خودش بیانگر آن است که دیگر این گونه نمایشگاری‌ها تاثیر نخواهد داشت، بلکه تاثیر یا نتیجهش برعکس خواهد بود که البته نتیجه برعکس هم داد و این نمایشگاری‌ها خیلی هم از طرف مردم و رسانه‌ها و تمسخر کشیده شد و مردم دیدن بهای خود را دادن که این جز یک نمایشگاری چیز نبود. خب بیا دوستان یک بار تحلیل کنیم که این 5 دقیقه نوار چی را به نمایش بود. پیش از همه من در اینجا چند نکته را برای خودم ثبت کردم. پیش از همه این نوار 5 دقیقه‌ای و این گفتگوی دو طرفه پرزیدنت با یک افسر یا افسر جوانی گمرک که همگی 1 سال و 8 ماه در گمرک کار کرده است، حجم کروپت در تاجیکستان را و حجم فساد زدگی و پاره‌خوری در تاجیکستان را نشان و نه تنها حجمش را اصلا نشان داد که تمام ساختارها و تمام جامعه تاجیکستان به کروپسیه و فساد مثل یک زهرپیچک پخش کرده است، پیچیده شده است و کروپسیه در تاجیکستان دیگر از خیلی هم عمیق است و خیلی هم وسیع که یک افسری که همگی 1.5 سال در گمرک می‌کند توانسته است بالا اون مقداری که خودش اعتراف کرد در صحبت با پرزیدنت تقریبا حدود 0.5 میلیون تا 1 میلیون دلار درآمد فقط یک افسر و در اون تالار شما دیدید چقدر آدم نشسته بود که همه کارمندان گمرک، انداز، پروکراتور و عموما مقاماتی که تفتیش میکنند. پس تصور کنید اگر هر یک کدام از این کارمندان حالا به حساب میانه اگر همین مقدار از بودجه دولت از حساب مردم دزدیده باشند، ربوده باشند، پس چقدر میشه؟
تصور کنید این رقم. پرزیدنت در صحبتش مراجعت کرد، گفت که پس میلیاردها را دزدیده و می‌دزده. من در صحبت قبلی هم وقتی درباره کروپشن صحبت کرده بودم، یک رقم را گفتم که پولی که پرزیدنت و خانواده‌اش به خارج برآوردن تقریبا برابر بودجه امروزه دولت است. یعنی کمتر نیست اگر بیشتر نباشد. یعنی حدود شاید از 3 میلیارد تا 5 میلیارد دلار. اما پرزیدنت در صحبت این رقم را تکرار کرد و گفت این میلیارد دلار را شما دزدیدید و به خارج برآوردید. این مراجعتش به دلار. حالا بیاد تحلیل کنیم. ما میگیم که خود پرزیدنت با نزدیکانش چندین میلیاردها را بیرون برآورده است. پرزیدنت اشاره میکند به کارمندان زیرتابع خودش، میگه که شما هم میلیاردها را برآوردید. ما اینجا شخصا خود من شاید در حساب‌هایم یک کمی اشتباه کرده بودم. در حساب‌های قبلی هم فکر میکردم که یک چیز بین 3 تا 5 میلیارد دلار را بیرون برآوردم. اما خود پرزیدنت تصدیق کرد که نه، این حساب‌های ما کم است. در اینجا شاید بیشتر از 10 میلیارد رو برآوردن، چون که خودش گفت که شما اینقدر پول رو بیرون برآوردید. پس این پولی که پرزیدنت اشاره کرد اضافه کنید به اون پولی که ما میدونیم درباره اون که خود پرزیدنت و نزدیکانش به خارج برآوردن. اگر این رو هر دو رو جمع کنیم تقریبا یک رقمی بالا از 10 میلیارد دلار خواهد بود که برای تاجیکستان که بودجه سالانه‌اش 12.9 میلیارد دلار هست، پس پول 5 ساله 6 ساله تمام ملت رو حکومت و البته نه همه حکومت، اون قسمتی که میدزدند با رهبری خود پرزیدنت، نزدیکانش و کسانی که با دستور پرزیدنت به این کار گرفته شدند بیرون برآوردن. پس ببینید حجم مصیبت ملت چقدر هست که بالاخره خودشان هم دارن اعتراف میکنند و من بیهوده نگفتم در اول صحبت که اینا خواسته یا نخواسته خود تبدیل به اپوزیسیون شدن. اگر این حرفا را تنها ما میگفتیم خب بازم تکرار میکردم که شما خائن هستید و وطن فروش هستید و ملت رو سیاه. اما میبینید که خودشان دارن اقرار میشوند و تبدیل به یک اپوزیسیون دیگر در داخل شدن. خب نکته دیگه این است که معلومه شد از این صحبت ها که مقامات داخلدار در تاجیکستان و خصوص پرزیدنت همه چیز رو میدونند و میدونستند از پیش و در آینده خواهند دانست. دلیلش هم همون جمله ها هست. اشارهش به تالار این بود که حتی جمله دقیقاً تقریبا همین بود که تمام مقاماتی که در اینجا نشستند، رهبران اداره ها، سرداران گذرگاه ها، اپرالین ها و انداز، وضعیت همین است، مثل همین جوانی که من در اینجا خیزاندم. یعنی که خود پرزیدنت میداند که وضعیت در گمرک همین است، در کمیته انداز همین است، در پرکاتور همین است و خودش گفت که در همه ساختارها وضعیت همین است و یک نفر رو تنها مثال بود. پس معلوم شد که معلومات ها را داشت است. معلوم شد که اون اسپکتاکل ها، اون ساختارکاری هایی که میکردن و مردم ساده هم باور میکرد که پرزیدنت از این دزدی ها آگاه نیست، پس معلوم شد که آگاه است، تمام رقم ها را دارد، از قبل آماده شده است و یک افیسر رو تفتیش کرده است که چقدر دارایی دارد، ماشین دارد، خانه دارد و پس میتواند و میداند الکی کرده است که رئیس خدمات گمرک چقدر دارد، رئیس انداز چقدر دارد، معاونها چقدر دارند، پروکورورها چقدر دارند، سود چقدر دارد. همه این در بالای میزش وجود دارد. اما سوال این است که چرا جزا نداد؟ چرا جزا نمیدهد؟ چرا یک جوان را همچون نمونه انتخاب کرد ولی بازم جزا نداد؟ این ربط دارد به نقطه سوم. نقطه سوم این است که این جوان را نه به خاطر آن جزا داد که پول ملت را دزدیده است، از بودجه دزدیده است یا غیر قانونی دارد رفتار میکند. بازم از سخنان خود پرزیدنت به این جوان دلیل میاریم که گفت که خودت از نام فرزندان رهبری دولت صحبت میکنی، با کسی سلام نمیکنی، کسی رو پسند نمیکنی. این چی معنی دارد؟ معنی ها را دارد که من تو را جزا میدهم نه به خاطر آن دزدیت که میدونم، چون مثل دیگرها داری میدزدی، دیگرها هم این دزدی را کرده ایستادند، به خاطر آن جزا میدهم که از نام فرزندان رهبری دولت صحبت کردی.
این صحبت را این جوان باقی کرده است، حتما با یک نفری که از او پول میگیرید، یعنی خواسته است پول بگیرد و گفته است که این پول را با دیگران تقسیم میکنم. کی است نفری که با اون تقسیم میکند؟ حتما شاید نام یکی از فرزندان رهبری دولت رو گرفته باشد که من این پول رو که از خودت میگیرم تقسیم میکنم با فلانی، و این خبر حتما به رهبریت کشور رسید و خواست این جوان را جزا بدهد که برای دیگران درس باشد. وقتی که پول میگیره از مردم، از تاجران، از صاحبکاران، از کار افتاده ها، از زندانی ها، از هر کسی، از ملت تاجیک وقتی که پول میگیره نگوید که برای رهبریت میگیرم، برای فرزند فلانی میگیرم، بگید که برای خودم میگیرم. از نام خودتون گپ زدید، نه از نام رهبریت کشور یا از نام خانواده. و جزا دادن این جوان به این شکل و با تکرار کردن، تاکید کردن به دیگران تا اینکه بشنوند، فقط به خاطر آن بود که در وقت دزدی، در وقت پول گرفتن از دیگران از نام کدام از فرزندان رهبریت کشور اونجا پول گرفته. و این چی رو نشان میدهد؟ این نکته چهارم رو ما اینجا باید شرح بدهیم که نشان میدهد که در تاجیکستان برای دزدی، برای کروپسیا، برای مال مردم را خوردن، برای پاره‌گیری هیچ کس را جزا نخواهند داد، چون که اینا همه با هم کار میکنند. یگانه جزا کسانی میگیرند که یا اپوزیسیون هستند، مخالفی سیاست های پرزیدنت و حکومتداران صحبت میکنند، یا اشتباهاً از روی بی‌تجربگی مثل همین افسر جوان در کجای از نام خانواده گپ میگن که پول رو ما با دیگران تقسیم میکنیم. تنها در همین دو حالت انسان در تاجیکستان جزا میگیرد، یا باید اپوزیسیون باشی، طرفدار اپوزیسیون باشی، در یک جای اشتباه کنی. البته گاه گاهی برای نمایشکاری، برای گزارش‌های و سازمان‌های بین‌المللی و روی رسانه‌ها یک معلم را، یک دکتر بیچاره را، یک کارمند جماعت را برای پاره‌گیری حبس میکنند، رسانه‌ای میکنند تا اینکه نشان دهند که خب در ما مبارزه بر ضد کروپسیون هست. اما اون نفران کلیدی که پاره را میلیونی میگیرند، 100,000 میگیرند و با مبلغ‌های کلان میگیرند، اینها جزا نخواهند گرفت. چرا؟ برای اینکه آنها تقسیم میکنند، برای اینکه آنها عضو کمند هستند، برای آنکه آنها پشتیبانی از این سیاست ها میکنند و همیشه خاموش هستند، همیشه اطاعتکار هستند و هیچ حرف علیه سیاست ها نمیگن، اگرچه ببینن که جنایت های هم رخ میده. من چرا میگم که اینجا شریک هستن؟ من 100% باور دارم که وقتی که پرزیدنت به تالار میگوید که شما من میدونم که چقدر میدزدید، اون کارمندانی که در تالار نشستن اونها هم میدونن که پرزیدنت آگاه هست، میدونن. اما مسئله در این است که این کارمندان هم میدونن که پرزیدنت و خانواده‌اش چقدر از این وضعیت سوء استفاده میکنن، چقدر مبلغ ها رو بیرون میدن. یعنی نیست که تنها پرزیدنت درباره اهل تالار بداند همه چیز را. مسئله در این است که اهل تالار هم میدانند و اینجا یک داد و گریفت دو طرفه هست. تنها جزا را کسانی میگیرند که مثل همین جوان گاه یک اشتباهی میکنند. من یادم هست در یک صحبت این یک چیز رو به یادم رسوند. یکی از پیام ها بود، تقریبا پیام اولینی که در تالار سامان برگزار میشد، چون قبلا پیام های پرزیدنت در بینای پارلمانت صورت میگرفت. در اونجا پرزیدنت در پیامش درباره آن صحبت میکرد که انتخابات های شفاف در تاجیکستان میگذرد. همه دموکراتی هست، همه انتخابات ها شفاف است و از انتخابات گذشته قصه کرد که چقدر انتخابات های خوب و شفاف بود. در پهلوی من یک دپوتات می نشست که سابق رئیس یکی از ناحیه ها بود. من نام نمیگیرم، ناحیه را هم نام نمیگیرم چون که نفر در باز مصیبت ها گرفتار نشود. ایشان از رئیس ناحیه آورده بودنش به دپوتاتی. خیلی ناراحت بود که او را دپوتات کردن، چون در ما دپوتات ها از حزب خلق دموکراتی به خواهش خود دپوتات نمیشن، آنها را تعیین میکنن، مجبوری از پروکراتور، از میلیشیا، از ناحیه، از جای دیگر میارن تا اینکه دپوتات باشد چند سال و اونها خیلی ناراحت میشن چون دپوتاتیش درآمدی ندارد. در اون رئیس ناحیه، سود، پروکراتور حتما در اونجا درآمدی دارند و اون نفر هم خیلی ناراحت بود و وقتی که
پرزیدنت در پیامش از انتخابات شفاف و دموکراتیک صحبت کرد. یک بار این همسایه من آشفته شد، چون ما صحبت‌های با هم می‌کردیم و اعتماد داشت که ما صحبت‌ها بین خود میماند. گفت که این آدم چی دارد سفسطه میگه درباره انتخابات شفاف و دموکراتیک در تاجیکستان گزیده شده است یا همیشه انتخابات شفاف و دموکراتیک بودند. با اینقدر پافوس من که زنده هم که شاهد هستیم، خودمون با ما سفارش میدادن که چگونه انتخابات بگذرونیم. و گفت که در انتخابات گذشته وقتی که من پروتکل ها رو از کمیسیون ها جمع کردم به ولایت فرستادم، اونها از ولایت به کمیسیون مرکزی انتخاباتی باز برگردونده همون شب به من فرستادن، گفتن که خیلی کم فرستاده پروتکل ها رو، این رقم ها رو کم است، از دیگر ناحیه ها بیشتر آمده است، شما هم بالاتر بردارید رقم رو. باز از نو گفت پروتکل پر کردیم و فرستادیم با بالا. باز صبح روز دیگر از نو زنگ زدن، خیلی هم تنبیه دادن که چگونه پروتکل فرستاده، میدونه چقدر آواز از ناحیه فرستادی به مرکز؟ گفت است که نه. گفت که من جواب دادم که چقدر فرستادم؟ گفت که شما 120% آواز به طرفداری فرستادید. 120% آواز، این حد اکثرش 100% است. از کجا این 20% آورد؟ خب بعد گفت جواب دادم که چیکار کنیم؟ کم فرستیم جنجال میشیم، زیاد فرستیم بودم جنجال. ما بگیرید پروتکل خودتون هر کی میخواید بنویسید. و گفت پروتکلی که آورده بودن خالی فرستادن، در ولایت خودشون پر کردن و مرکز با کمیسیون انتخابات روان کردن. خب ببینید یک نفری که خودش شاهد است، بعد از که خودش این کارها را کرده است، در تالار نشسته است و وقتی که صحبت‌ها درباره انتخابات شفاف و دموکراتیک را از زبان پرزیدنت میشنود، واکنش نشان میدهد، چون ناراحت است، قهر کرده است که از ناحیه به دپوتاتی آوردن. واکنش کرد که خب چرا دروغ میگید؟ شما سپارش تقلب رو، ساخته‌کاری در انتخابات رو ما انجام میدیم. امروز از منبر بلند درباره آن صحبت میکنید که انتخابات رو دموکراتیک میکنید. عیناً همین حالت من باور دارم که در تالار با دیگر کارمندان گونداز و پروکراتور و سود دیگرها هست. اونا میگن خب چرا این حرفا رو میزنید؟ ما میدونیم که خودتون سپارش میدید، در این جنایت خودتون شریک هستید. بنابر همین نکته مهم این است که این جوان را نه برای آن جزا دادن که این جنایت ها را کرد، چون که دیگران هم جنایت ها را صادر کردن و خود پرزیدنت هم گفت که میدونم چقدر میدوزد و اشاره کرد که وضعیت از این بدتر است، میلیارد ها را دزدیده. پس برای آن جزا دادن جوان اشتباهی کرد و کسی این حرف را گفت. اما نکته از همه مهمتر دوستان عزیز، نکته پنجم در دیگر چیز است. در همین صحبت 5 دقیقه‌ای ما آشکارا دیدیم که در تاجیکستان قانون، پروکراتور، سود، ادوکات، اجرا کننده همش در یک شخص جمع شده است. این یک شخص در یک جلسه 5 دقیقه‌ای یک نفر را هم گناهکار اعلام کرد، هم مدت زندانی شدنش رو اعلام کرد، همچون یک پروکرور و همچون ادوکات او را درخواست کرد این جوان است گناهش و هم سود مثل سود حکم برآورد که باید که از تالار آزاد کرده شود و هم مقام رئیس گمرک را گرفت که باید این جوان را از کار آزاد کرد. یعنی این نشان میدهد که در تاجیکستان یگان مقام دولتی فعالیت نمیکند و هر کسی هم که فعالیت کرد تنها با دستور یک نفر کار میکند. اگر اون نفر گفت که آزاد کن، آزاد میکند، حبس کن، حبس میکند، جزا میدهد، ببخش میبخشد. پس در تاجیکستان حکومت یا دولت به معنای واقعیش وجود ندارد. منارخی است که در اونجا یک نفر همه مقامات، همه صلاحیت رو به خودش. اما از این هم بدتر ما در اینجا شاهد یک جنایت شدیم که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اون رو غصب حاکمیت می‌دونیم. ما در کنستیتوسیون غصب حاکمیت رو جنایت نهایت سنگین اعلام کرده. در اینجا یک نفر حاکمیت سودی رو کاملا غصب کرد. من درباره حاکمیت اجرایی نمیگم چون الکی کیها غصب شده است و مقام پروکراتور الکی با خودش یک نفر گرفت. اما در این است که حاکمیت سودی در تاجیکستان مستقل است. این یک شاخه حاکمیت است و هر کسی فرق نداره یک نماینده حاکمیت اجرایی، حاکمیت قانونگذار، اگر
حاکمیت سعودی را صلاحیتش را غصب کرد، این طبق کنستیتوسیون ماده 6 این جنایت وزنی است. و همچنین که اگر یک مقام سعودی صلاحیت یا حاکمیت قانونگذار یا اجرایی را غصب کند، در اینجا وقتی که یک نفر به جای سود حکم برآورد و باز عفو کرد، این علاقه غصب حاکمیت سعودی است که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هم مطابق گفتم همچون جنایتی سنگین نشان داده شده. در تالار نشسته بود، باید بلافاصله فوراً پرونده جنایی باز میکرد برای آنکه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پامال کرده شد و یکی از شاخه های حاکمیت سعودی از طرف یک شخص با آن هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غصب کرده شد. من حالا نمیدونم که خود رئیس سعودی عالی تاجیکستان جناب شاهیان اعتراض خواهد کرد. البته باور ندارم که جرأت را داشته باشد. او جرأتش فقط به همون میرسد که با دستور یک نفر حکمی سنگین علیه اپوزیسیونرها، علیه اعضا و رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صادر کند، مالکیت رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مصادره کند، مالکیت تمام خویش تبارها و قوم آنها را مصادره کند، اما هیچگاه جسارت آن را ندارد که حاکمیت سعودی خود را از غصب یا دیگر حمایت کند. من به این باور ندارم. اما اونجا پروکورور گنرالی هست که باید پرونده جنایتی باز کند. اگر این جسارت را دارد، که البته من بازم باور دارم که این هم ندارد. همین بود که من در یک صحبت قبلی هم مراجعت کرده بودم به تمام افسران و آن جوانان جسور ملت که دیگر تبدیل به یک دربان و به یک معذرت میخواهم سگ پاسبان مالکیت و رفتارهای یک نفر نباشه. دیده ایستاده که دیگر دولت و کشور را چگونه غصب کرده ایستادن، مالکیت رو میبرن به خارج، صلاحیت تمام شاخه حاکمیت را غصب کرده ایستادن و شما هم تبدیل شده به یک قراول و به یک پاسبان و بدتر از اون به کسانی که این را میگزید اون را خونشار میکنید با سپارش، و جای آنکه وظیفه شما تأمین ولایت قانون است، حفظ منفعت‌های ملی و دولتی هست، اجرا کردن طلبات قانون هست و پیشگیری غصب حاکمیت هست. فرق ندارد از طرفی که پیشگیری از دخالت یک نفر به امور داخلی وزارت‌ها و سودها و مقامات هست. اینا را همش در شاهدی شما دارد انجام میشه. شما حضور دارید در اونجا، میبینید و چشم خود. اما چون متهم هستید متاسفانه میترسید، جرئت ندارید که پیشگیری از این جنایتکاری و قانونشکنی کنید و خودتون هم متاسفانه جز این قانونشکنی ها شده ایستاده. اما اگر این صحبت رو ما جنببست کنیم، خلاصه کنیم، به این نتیجه میرسیم که یکم که ملت دارد آهسته آهسته بیدار میشه. ما این را هم از واکنش در مسئله اینترنت دیدیم و هم از واکنش در این نمایش یا صحنه‌ای که راه اندازی شده بود ولی کاملا نتیجه برعکس داد. ملت بهایش رو به این نمایش داد و ملت آهسته بیدار شده است. این یک پیام بسیار مثبت است. دوم خلاصه این است که کار به حدی رسیده است که حتی طرفداران خود نظام هم رژیم هم بانگ خطر زده ایستادند. این هم معنی آن را دارد که کار به نهایتش رسیده. و از همه مهم سیوم در این است که خود مقامات احساس کرده ایستادند، دیده ایستادند که دیگر توان مدیریت این وضعیت را ندارند و شروع کردند به تکرار همه آن چیزی که ما چی در بیرون ایستاده ها چی در داخل بوده ها 10 سال پیش میگفتیم، 5 سال پیش میگفتیم، 3 سال پیش میگفتیم و الان 1 ماه پیش گفتیم و گفته ایستادیم و اینا خودشان شروع کردن و تکرار اون چیزهایی که اپوزیسیون تاجیک، کارشناسان تاجیک، نیروهای مستقل تاجیک در این باره ها در مجموع میتونم گفت که ما وارد یک مرحله بسیار جدید شده ایستادیم که دیگر ملت آهسته آهسته خودش رو آماده میکنه برای گرفتن تقدیر خودش به دست. و اینجا در آخر صحبت من یک اشاره به پدیده دیگر هم کنم که تقریبا 2 هفته پیش رادیوی آزادی یک تحقیقات بسیار خوبی
میدانی را نشر کرد و به چندین زبان‌ها ترجمه و نشر شد درباره فابریکه جواب در تاجیکستان و واقعا هم جای کار رادیو آزادی جای تحسین و آفرین هست، اما همچنین یک نماینده ملت، همچنین فرد این ملت برای من واقعا جای خجالت است که یک بخش از ملت را تبدیل به یک цехی دروغ بافی، به یک فابریکه دروغ و تهمت بافی کردن و اینها چیزی که آشکار شد از این تحقیقات، یک قسمشون متاسفانه دانشجو هستند، کارمندان اداره ها هستند، کارمندان اکادمی علم ها هست، کارمندان وزارت معارف هست، کسانی هستند که باید یا علم بیاموزند یا علم بیاموزانند یا مشغول به کارهای فکری باشند، مشغول به ملت سازی باشند، اما اینها رو تبدیل دادن به یک گروهی بزرگی که اینها دارن ملت سازی میکنن، اینها دارن دروغ پراکنی میکنن، تهمت میبافند، دشمن تراشی میکنن و یک قسمی از این گروه، از این فابریکه که دیگر وجدانشان اجازت نداد، اینها با امضاهای مستعار نوشتن یا صحبت‌های کردن، اعتراض کردن و این واقعا هم یک مصیبت است. من مراجعتم به این کسانی که در فابریکه جواب کار میکنن، دیگر من به رهبریت اون اشاره نمیکنم چون اونا دیگر قابل درک نیستن، نمیفهمن، اونا خودشون این کار رو هم بازی کردن، دیگر دعوت کردن به انصاف و به فرهنگ اینها رو فایده نداره. اما من دعوتم یا مراجعتم با اون کسانی هست که در این نهادها کار میکنن، مجبورن که کار کنن. حالا شما خواه از ترس، خواه در عوض مبلغ، خواه در عوض جای کار یا بهای اگر دانشجو هستید این کار رو انجام میدید، اما بدانید که کسانی که در بیرون هستند، کسانی که مثل ما صحبت میکنن، انتقاد میکنن، دعوت میکنن، میخواهند وضعیت اصلاح شود، نه تنها خیر و نیکی ملت و کشور را در عموم میخواهند، بلکه ما نیکی و خیر شما را میخواهیم، هر کدام شما. ما نمیخواهیم که کسی شما را در آینده مجبور کند که با امضای مستعار دروغ بنویسید، فریب کنید، تحقیر کنید. ما نمیخواهیم که یک مقامدار، یک منصبدار، هر کسی هم که نباشد، یک دانشجو را مجبور کند که این بنویس آن بنویس، یک کارمند وزارت معارف، وزارت تندرستی یا کارمند گمرک یا هر مقامات دیگر را مجبور کند که چی باید کند، علیه کی چی بنویسد. ما میخواهیم که شهروندان آزاد باشند، خودشان تصمیم بگیرند که طرفداری از حکومت کنند، طرفداری از اپوزیسیون کنند. در تمام دنیا این گونه است. در این کشورهایی که ما زندگی میکنیم الان مردم، ملت آزاد هستند، یک قسمش طرفدار حکومت هست یا حزب حاکم است، یک قسمش طرفدار اپوزیسیون هست. تقریبا همیشه اینها تقسیم برابر هستند. برای مثال انتخابات، همه انتخابات‌های کشورهای اروپایی و غربی و در عموم کشورهای آزاد با 51 با 49 60 با 40 55 45 انجام می شود. یعنی معنی را دارد که برای مثال 51% طرفدار این حزب، 49% طرفدار حزب دیگر. برای مثال انتخابات اوکراین نشان داد که نزدیک 55% یا 60% طرفدار اپوزیسیون بودند که از زلنسکی پشتیبانی کردند و یک کمتر از طرفدار حکومت یا پراشینکو که در نتیجه اون باخت انتخابات. ممکن در انتخابات آینده باز وضعیت تغییر کند. این وضعیت کشورهای آزاد و دموکراتی است. هیچ کس در اوکراین طرفداران زلنسکی را نه زندانی نکرد و هیچ کس طرفداران پراشینکو را مجبور نکرد که شما بشینید پشت کامپیوتر شب و روز علیه اپوزیسیون، علیه طرفداران زلنسکی تهمت بنویسید، دروغ بنویسید، تنقید کنید. این یک کشور آزاد است که نتیجهش چنین پیشرفت می‌شود. ما می‌خواهیم که در تاجیکستان همین باشد. در تاجیکستان هم هیچ کس نفر دیگر را مجبور نکند که نسبت کسی بنویسد، تهمت کند، تبدیل به یک فیک دروغی شود. پس معلوم می‌شود از این نوشته‌های شما، از این گفته‌های شما، از این بانگ خطرهایی که شما نوشته، حتی از این گفته‌های پرزیدنت معلوم می‌شود که ما و شما تقریبا هممون درباره یک چیز گپ می‌زنیم. این چیز آن است که وضعیت دارد روز به روز بدتر می شود، باید یک تغییرات با وجود بیاد. فقط فرق در آن است که پرزیدنت با طرفدارانش میگه اون تغییرات را ما میتوانیم انجام دهیم و میخواهیم انجام دهیم،
ما میگیم ما با این باور نداریم. ما میگیم که شما خودتون جزء این پرابلم هستید، نه جزء حل. شما نمیتوانید این وضعیت رو حل کرده، برای که خودتون این وضعیت رو با وجود آوردید. باید که بروید کنار و یک نیروی جدید بیاید که این وضعیت رو حل کند و هم شما و هم ملت و هم کشور از این وضعیت بحرانی بیرون بیاد. این است دوستان عزیز فرق ما از شما، که فرق خیلی کوچک است. در 90% مسئله گذاری و معلوم شد از این مقاله ها، از این نوشته ها که ما یکسان فکر میکنیم، مسئله را فقط مونده است که دیگر از یکدیگر دشمن نتراشیم، یکدیگر را تهمت و تحقیر و توهین نکنیم، بیایم یک جای دنبال حل مشکلی هست و مشکلی هم اون است که ما شما در این صحبت ها گفتید. خب در همین جا من صحبت خود را با پایان میرسانم. اگر سوالی هست از بینندگان عزیز از قبل یا از حال اگر سوالی باشد من در خدمت هستم، و اگر نه تا صحبت های آینده خدا کنید. خب هموطنان عزیز، به فکرم صدا نیست. خب هموطنان عزیز، به نظرم اینترنت قطع شد یا علاقه قطع شد. خب دیگر میخواست خیلی که رهبر پیمان ملی تاجیکستان ذکر کردند از ملاقات امامعلی رحمان با کمیته انداز و گمرک. خب همین طور برای آن که یک کارمند گمرک اگر ما خوب نوار را اگر دیده باشیم با دقت و صاحب یک مثلا یک کارمند گمرک صاحب یک ماشین $80,000 هست. حتی میگوید که من وقتی که پرسان میکند که چند خانه داری، چند ماشین داری، و میگوید که من یک ماشین دارم، خودی رئیس جمهور میگوید که نه دروغ نگو. خلاصه که اون افسری گمرک به قول سردار ترمینال دوشنبه اقرار می شود که یک ماشین دارم و دیگر ماشین هایم به نام دیگر، شاید به نام دیگر خشتبار ها باشد. خب برای همین اگر یک ماشین ما فکر کنیم که $80,000 هست، صدا پیدا شد بفکرم. بله الان صدا هست. بله بفرمایید. نه اگر نخواستم، بله حالا در آخر من صحبت تمام کردم. اگر سوالی باشد از شما یا از بینندگان محترم من آماده هستم در جواب بگم در خدمت. فهمو سلامت باشید. راستی تو به حال یگان سوال نشده است. شاید این من معذرت میخواهم، شاید این عیبی ما شد که در اول نگفتیم به بینندگان که اگر سوال دارن، یگان پیشنهادی دارن به ما بفرستن. الان من نگاه میکنم یگان سوال نیست. فکر میکنم اگر خاتمه دهیم. خیلی خوب. چون معمولا ما در صحبت‌های قبلی هم همیشه در آخر صحبت با چند از سوال‌های مردم جواب می‌گیریم. در آینده اگر یک کمی فرصت به مردم هم داده به نظرم باز صدا قطع شد. خب هموطنان عزیز، فهمیدیم که رئیس پیمان ملی تاجیکستان سخنرانیشان را تمام کردن، گرچنده که اینترنت ها هم ضعیف و قطع و وصل می شوند. خب این بود برنامه امروزه ما و سخنرانی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محی الدین کبیری.
خب تا این دم ما منتظر بودیم یگان سوال اگر هست به ایشان میدادیم تا که به سوالهای شما جواب میگفتن. خب منتظری برنامه های دیگر و سخنرانی های من بعده رئیس پیمان ملی تاجیکستان باشید و سوال و پیشنهادهایی که از جانب شما میشوند در چت بنده و در صفحه پیمان ملی تاجیکستان بفرستید. حتما سوال و پیشنهادهای شما دیده شده و پاسخ می شود. خب شما را به خدای منان می سپاریم هموطنان عزیز. تا برنامه های دیگر خدا یار و مددگارتان باشد.